دوستانی که این کار به دستشون میرسه بگم که معمولا کفاشی بند تا آخر رد نمیکنن. ما گره اول رو زدیم چون ما بچه‌ام رد کنن خیلی زمان میبره، ولی واسه اینکه بند اینو رد کنید این بند که اینجا گره اصلیش زده شده و اینجا رو که این حالت اینجوری اومده، در ادامه زبدری شروع میکنید بستن این کارو و میاید اینو از طریق این ور اگه بخواید سریعتر انجام بدید اینی که یه بند شروع کنید رد کردن، اینو اینجا که رد میکنید دو ردیف بند داره، یعنی اگر این ور رد میکنید وقتی میایید شما بند پشتی بر رد کنید، هیچ وقت هم بند دور کار نچرخونید، میایید این ور و یکی در میون اینجا رد میکنید، یه بندو کامل رد کنید، بعد بیاین بند دوم. بند رو اصلا محکمه، این الان پشت رد کردید، وقتی میاد این ور دوباره این ردیفه پس از همین ردیف رد میکنید، یکی در میون بند اول رد میکنید، دوباره برمیگردونید بند بالایی رو میندازید، دوباره برمیگردونید و اینجا دوباره میبینید این بند اول از این طرف که میان بند اصلی رو، بند اولو از این طرف ردیف دوم میارم، نه ردیف اول، از این ور ولی ردیف اول میارم نه ردیف دوم، و در انتها میاد وقتی به آخرین بند میرسه تمام. بعد میریم سراغ بند دوم. حالا دیگه هر چی پل خالی داره میتونید رد کنید. این اولی من یه ذره سریع بستم، ممکنه بنده یه ذره پیچ خورده باشه ولی سعی کنید بدون پیچ رد کنید. میاین بعدی خالی، بندام آروم بسته میشه و بعد دوباره پل خالی. دقت کنید وقتی بنده این ور رد میکنم، حالا از این ور ردیف دومه، از این ور میاد ردیف اول رد میشه که همون حالت زبدریش حفظ بشه. ما بندارم معمولا بلند میزنیم چون قشنگی این کار به بنداشو به هیچ وجه صفر نکنید، چون همه خوشگلش میگه بنداش لخت باشه رو کار. و دوباره برمیگردیم، بعد به هیچ وجه پشت رد نمیشه، دوباره میاد اینجا و در آخر یه گره نمادین میزنید، یه گره معمولی و یه گره پاپیونی شل یه جوری میزنید که این پشت آویزون نشه بیفته رو زمین. تا اونجا که میتونید بندو میکشید و تمام.